سرزمین ایران کشوری است که در طول تاریخ مدعیان زیادی داشته و جنگ‌های بسیاری بر سر تصاحب و مالکیت ارضی و حکومتی این کشور را از سر خود گذرانده. حکومت‌ها و نام‌های بزرگ و کوچکی در مرزبندی و شکل‌گیری فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم نقش داشتند و هر کدام به نوعی در تاریخ و فرهنگ امروز ما و جایگاه ایران در جهان تاثیرگذار بودند. ما در این ویدیو و ویدیوهای بعدی قصد داریم تاریخ ایران رو از زمان پیدایش تا کنون با توجه به حکومت‌ها، داستان‌های تاریخی و فرهنگی و انقلاب‌های تاریخی مختلف، تاریخ اساطیری و اسطوره‌های افسانه‌ای و بررسی زندگی بزرگان این کشور و از همه مهمتر سرنوشت و تاریخ برسرگذشته این مرز و بوم از عصر پیدایش رو به طوری که هیچ کس تا به حال موفق به انجام آن نشده انجام بدیم. نام ایران به معنای سرزمین ایرها یا آریایی‌ها شکل پارسی نوع واژه آریانام از زبان پیشا ایرانی و به معنای آریایی هاست که نخستین بار در زبان اوستایی به صورت آریانام آمده. زبان اوستایی در شمال شرق ایران بزرگ یا آنچه که امروز ترکمنستان و تاجیکستان خوانده می‌شود مورد استفاده بود. برای اینکه به خاطر سپردن تاریخ ایران آسان‌تر باشه و بتونید تاریخ ایران رو خیلی سریع به خاطر بسپارید، در این ویدیو خلاصه‌ای از کل تاریخ و حکومت‌ها و وقایع مهم رو برای شما به صورت ساده شده و قابل فهم شرح می‌کنیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. شروع پیدایش انسان‌ها در مناطق ایران به چند دوره ابتدایی دیرینه سنگی تقسیم میشه. البته قبل از اون بقایای حضور انسان‌های اولیه و انسان‌سایان و فرامردم در این مناطق یافت شده که به 1 میلیون تا 2.5 میلیون سال قبل از میلاد برمیگرده. پیش از میلاد به سالهای قبل از به دنیا آمدن عیسی مسیح گفته میشه که مبدأ تاریخ میلادی از سال حدودی تولد عیسی مسیح شروع میشه که تاکنون 2022 سال از اون گذشته. همونطور که گفتیم دوران پیدایش انسان در ایران به دوران دیرینه سنگی برمیگرده که خودش شامل چند دوره مختلف میشه. اولین اون دوران پارینه سنگی و فراپارینه سنگی یعنی حدود 1 میلیون سال تا حدود 12,000 سال پیش شناخته میشه که به 3 دوره پارینه سنگی قدیم یا زیرین، پارینه سنگی میانی و پارینه سنگی جدید تقسیم میشه. در حدود 230,000 سال پیش قدیمی ترین آثار غارنشینی در ایران که در غار دربندرشتی در گیلان یافت شده دیده میشه. در این دوران ابزار سنگی به طریق ابتدایی و خشن و بدون صیقل ساخته میشد. پس پارینه سنگی قدیم از حدود 3 میلیون سال تا 100,000 سال پیش گفته میشه. پارینه سنگی میانی به حدود 100,000 تا 40,000 سال پیش گفته میشه که آثار برجای مانده از غارنشینی در کوههای زاگرس در غرب ایران مشاهده شده. همچنین پیدایش جمجمه یک پسر بچه ناندرتال کشف شده در حفاری منطقه تشیکتاش ازبکستان بیانگر سکونت انسان در این مناطق در این دوره از تاریخ بوده. 40,000 سال پیش غارنشینی در ناحیه زاگرس و تا 20,000 سال پیش فرهنگ برادوستی و پارینه سنگی جدید تا حدود 10,000 سال پیش در خاور نزدیک یعنی آسیای غربی در محدوده کشورهای اردن، سوریه، لبنان، ترکیه، قبرس، عراق و فلسطین کنونی ادامه داشته. در این دوره علاوه بر سنگ از استخوان و شاخ حیوانات یا عاج هم ادوات متنوعی ساخته می شده. در حدود 9,000 سال پیش دو قبیله اصلی هند و اروپایی به جنوب ایران کنونی کوچ کردند که بعدها قبایل ماد را تشکیل دادند. دوره دوم دوران نوسنگی که به عصر حجر متأخر یا نخستین انقلاب کشاورزی هم شناخته میشه از حدود 10,000 تا 8,000 سال پیش شناخته میشه که خودش به دو دوره نوسنگی پیش از سفال و نوسنگی با سفال تقسیم میشه که به یک جانشینی و اهلی کردن یعنی کشاورزی و دامداری که توسط جوامعی به نام شکارچیگر آورنده شناخته میشدن انجام میشه. در این دوران در برخی نواحی جنوب غرب آسیا انسان از مرحله جمع‌آوری و شکار به مرحله کشت و اهلی کردن برخی حیوانات مثل بز و گوسفند و همچنین سگ انتقال یافت. باستانشناسان آغاز این دوره رو در حدود 11,000 سال پیش در سرزمین شام دانستند. دوره بعدی دوره مسنگی یا عصر مس هست که از حدود 8,000 تا 5,300 سال پیش شناخته میشه. عبارت عصر برنز به دوره اطلاق میشه که با برآمدن شهرهای بازرگانی در حدود 3300 سال پیش از میلاد آغاز شد و تا ابتدای عصر آهن در حدود 1400 سال پیش از میلاد ادامه یافت و دوران گذار از فرهنگ‌های عصر حجر یا به عبارت دقیق‌تر دوران مسنگی به تمدن‌های عصر آهن بود. در حدود 4500 سال پیش ظرف شراب تپه حاجی پیروز نقده به عنوان نخستین وسیله شرابسازی موجود در دوران نوسنگی یافت شد. مناطق پیرامون دشت‌های فلات ایران از میانه هزاره چهارم پیش
پیش از میلاد تا اوایل هزاره سوم پیش از میلاد شاهد پیدایش مراکز شهری که نتیجه توسعه بازرگانی و روابط تجاری بویژه در زمینه فلزها در شهرهای خوزستان، فارس، شهر سوخته، فلات مرکزی و شمالی ایران و زاگرس مرکزی ایران. تا اینجا اشاره به دوران پیش از تاریخ ایران داشتیم. بعد از این دوران دوره‌های روستانشینی، اختراع خط نوشتاری، شهرنشینی و به قدرت رسیدن ایرانیان مطرح شد. قدیمی‌ترین آثار سکونت روستانشینان اولیه در غرب زاگرس و شمال خوزستان یافت شد. قدیمی‌ترین مدارک اهلی شدن بز در مکان گنجدره در نزدیکی کرمانشاه کشف شده که در حدود 10,000 سال قدمت داره. بین 7 تا 8,000 سال پیش مراکز روستانشین در چند نقطه از ایران در منطقه